15 به سرتاسر جهان بروید و به همه خبر خوش را بگویید. آمین. Mark 16:15. Go to all the world and preach the good news to everyone. مرقس 16:15 به سرتاسر جهان بروید و به همه خبر خوش را بگویید. مرقس 16:15 به سرتاسر جهان بروید و به همه خبر خوش را بگویید. آمین. Go into all the world and preach the good news to everyone. Mark 16:15. مرقس 16:15 به سرتاسر جهان بروید و به همه خبر خوش را بگویید. آمین. Mark 16:15 Go into all the world and preach the good news to everyone. به سرتاسر جهان بروید و به همه خبر خوش را بگویید. آمین. مرقس 16:15 به تمام جهان بروید و خبر خوش را بگویید. آمین. به سرتاسر جهان بروید و خبر خوب رو به هم بگید. مرقس 16:15 به سرتاسر جهان بروید و خبر خوش را به همه بگویید. آمین. شادی دارم اوه سلام بچه ها، خوبین؟ ببخشید ندیدمتون. امروز روز تمیزکاریه، دارم عروسکم رو میشورم. این کاسه منو یاد یه داستان خیلی خوبی از کتاب مقدس میندازه. یه موقعی که عیسی مسیح تشت رو پر از آب کرد و پاهای شاگرداشو شست. بچه ها، پاهای شما رو کی میشوره؟ دیدین وقتی از صبح مدرسه بودین و بدو کردین پاهاتون یک کمی بو میده؟ حالا فکر کنین که عیسی مسیح بیاد و بگه که میخواد پاهاتون رو بشوره. باور نکردنیه. بریم ببینیم که زریبری و خاله مهسا نظرشون چیه. سلام زریبری، سلام خاله مهسا. سلام بچه ها. خاله مهسا میدونی چیه؟ من یکم ناراحتم امروز. چرا ناراحتی زریبری؟ راستش منو دوستم حرفمون شد، بعد دوستم بهم یه حرف خیلی بدی زد خاله مهسا. نمیتونم تکرارش کنم جلوی بچه ها چون خیلی حرف زشتیه. خاله مهسا گوشتو بیاد دم گوشت بگم. زریبری دیگه این حرفو نزن لطفاً، خیلی حرف زشتیه. خب اون حرف زشت زد نه من، ولی من به یک چیزی نگفتم خاله مهسا. وقتی رفت یادم اومد که مامانم میگفت همونطور که دوست دارید با ما رفتار بشه با بقیه هم همونطوری رفتار کنیم. پس فکر میکنی اون دوستم حتما دوست داشته منم بهش فحش بدم دیگه؟ نه چون من این کارو نکردم آخه. نه زریبری، کلام خدا به ما یاد میده که ما چجوری پاهای همدیگر رو بشوریم و مثل عیسی مسیح همدیگر رو خدمت کنیم. پاهای همدیگر رو بشوریم؟ پیف 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 پیف. خاله مهسا من پاهم خیلی بو میده آخه. یعنی دوست من حرف بدی بزنه بعد من برم پاهاشو بشورم؟ مگه میشه؟ بله زریبری، تو داستان امروز ما میبینیم که چطوری عیسی مسیح همه رو محبت میکنه و پای شاگرداشو میشوره. پس بریم ببینیم. آره پاشو با هم بریم داستان امروز رو ببینیم. بذار بریم بچه ها بریم. خاله مهسا پا بریم معمولا بو میده. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر.
یاد بگیریم دعا کنیم نزد خدا دست هم رو بگیریم دست هم رو بگیریم 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. این آقایی که میبینید مسیحه که پسر خدا و نجات دهنده دنیاست. وقتی که مسیح روی زمین بود، عشق خدا رو به همه یاد داد. مریضی های خیلی از آدما رو خوب کرد. معجزه های زیادی مثل آروم کردن طوفان انجام داد و حتی مرده ها رو زنده کرد. هورا! درست تو همین موقع یهودی‌ها مشغول جشن گرفتن عید پسح بودند. از زمان موسی همیشه این عید رو جشن می‌گرفتن. این عید یادآور بیرون آوردن یهودی‌ها از مصر توسط خداست. برای همین هم مسیح شاگردای خودش رو برای جشن گرفتن به اورشلیم فرستاد. این شاگردا همون 12 تا مردی بودن که در خدمتش همیشه همراه و یاورش بودن. مسیح و شاگردانش برای شام آخر دور هم جمع شدند. مسیح از پشت میز بلند شد، لباسش رو در آورد و شروع به شستن پاهای شاگردانش کرد. مسیح عاشق شاگرداش بود و میدونست که وقت جدا شدن از اونها و رفتن به آسمون داره نزدیک میشه. وقتی که مسیح به پتروس رسید، اون گفت: صبر کن، تو میخوای پای منو بشوری؟ مسیح گفت: تو متوجه نمیشی که الان دارم چی کار میکنم، اما یه روزی میفهمی. پتروس گفت: اگه اینجوریه پس باشه. بعد پتروس دوباره گفت: پس فقط پاهامو نشور، دستا و سرمم بشور. اما مسیح در جواب گفت که این کار احتیاج نیست و برای تمیز شدن پتروس تنها کافیه که پاهاشو بشوره. مسیح پای همه شاگرداشو شست و گفت که شاگرداش هم باید برای بقیه این کارو انجام بدن، همونطور که اون این کارو برای اونا انجام داد. اون به شاگرداش گفت برای خدمت به همدیگه و برای اینکه خودشون رو بالاتر از دیگران نبینن، الگوهایی که مسیح برای اونها گذاشته رو دنبال کنن. اینجوری خدا به خاطر اینکه اونا همونطور که مسیح یادشون داده عمل میکنن، بهشون برکت میده. خاله مسا، عیسی مسیح چقدر قشنگ پاشونو میشد. آفرین، بوی صابون تا اینجا میومد. بله بچه‌ها، بله زریبری، دیدین که عیسی مسیح چقدر شاگرداشو دوست داشت و حتی پاهاشونو شست تا بهشون نشون بده که چقدر اونها رو دوست داره. بله، نمیدونم چطور دلش اومد اون پاها رو بشوره. عیسی مسیح با این کارش نشون داد که ما نباید خودمون رو بالاتر از دیگران بدونیم، باید به همه احترام بذاریم و پاهای دیگران رو ما هم بشوریم. وای، خیلی جالب بود خاله مسا. یعنی منم باید دوستم رو محبت کنم حتی وقتی اشتباه میکنه؟ بله زریبری، بله بچه ها، پاشیم با هم بریم یه سرود بخونیم. پاشی چقدر الان من پای شما رو بشورم. لاک زدی Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong.
بری همونطور که عیسی مسیح شاگرداش رو محبت کرد ما هم باید همدیگر رو محبت کنیم. آیه امروز هم همینو به ما یاد میده. آماده این با هم بگیم بچه ها؟ اول قرنتیان 16:14 همه کارهای شما با محبت باشن. 1 Corinthians 16:14 Do everything in love. حالا یک بار دیگه این آیه رو میخوایم با کیمیا بگیم. سلام کیمیا جان. بله خاله، سلام بچه ها. اول قرنتیان 16:14 همه کارهای شما با محبت باشد. بیاین با هم دعا کنیم. خداوندا مرسی که اونقدر ما رو دوست داشتی که عیسی مسیح رو برای ما فرستادی. لطفاً به ما قوت بده که دیگران رو مثل تو محبت کنیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها ببینیم که این هفته چجوری میتونیم خانواده و دوستامون رو محبت کنیم. تا هفته بعد خداحافظ بچه ها. بچه ها یادتون نره آیتون رو برای ما بفرستید دیگه.